در شرح در رادیوی آزادی میتونن که را ببینین. وزارت خب کارفرمای روس را حمایت و کارپرتای مهاجر را تنقید کرد. خب ویدیو هم هستک و بیشتر درباره این توضیحات هم هستک. ببینین رحمانوف یک زمان در پیش پوتین به مانند یک آدمی که متهم، یک آدمی که به مثل زن چندمی پوتین باشد و یک گیله و شکایتی که ما را احترام کنین، ما را اوجت بکنین و فلان بکنین و فلان بکنین. از این چیز اون کسایی که از این سخنرانیش، کسایی که از رحمانوف دفاع میکنن یک هنگامه ساختن و ایرا بگیم در همه جا نشر کردن که خب فلان و فلان و فلان رحمانوف، یعنی نام بردن به چی شعری نرو. امروز همون مهاجر به کدام اندازه توهین می شود، به کدام اندازه تحقیر می شود و هیچ نهاد دولتی نیست که از این مردم حمایت کنه، به داد این مردم برسه. خب مخالفین تا امروزه برای مردم می گفتند که مردم ببینین، نبینوشید از این آب که زهرآلود است، غوطه باید زد و بگذشت که پل فرسوده است. لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست میانداز که جنگ است هنوز. کسانی که از رژیم رحمانوف حمایت میکنین، خانه به خانه گشتن کسایی که از رژیم رحمانوف در تاجیکستان حمایت میکنن و وظیفه‌دار هستند. جنگ نابینایی که در تاجیکستان رفته ایستاده است، یک عده مردم تاجیکستان در بیرون توهین میشوه و کشته میشوه و یک عدهش در داخل تاجیکستان. و شما همیشه لاف از این میزنین که 92 رد برای مردم میارین و 91 هم میارین. همون جنگ تا امروز ادامه داده ایستاده است. همون جنگی که چشم رس مردم نیست و برای مردم شما کسایی که از رژیم رحمانوف حمایت میکنین و دفاع میکنین، شما برای این حکومت یک بازو هستین. بازوی هستین که از رژیم رحمانوف همیشه حمایت میکنین. خلاصه موضوع همین است که رژیم رحمانوف آیا بار از مهاجران مهنتی در کشور روسیه که بیشتر مردم مهاجر مهنتی در روسیه قرار دارند، بار به داد این مردم رسیده است یا که نه؟ این موضوع ما گذاشتگی هستیم. مرحمت فکر نظراتون میتونین که داخل بشین بگین.